بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اینمی معترضین یا مشککین بگویه که شما عجیب مردم هستی، اولیاء را قبول نداری، مثل که آل مو شما را میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خبردار که اولیاء الله خو نه ترس است بالایش و نه غم سرشان است. پس ما اگر دعا را طلب میکنیم از این طور مردم طلب میکنیم که این قسم صفت و درجه داره، اینطور خو نیست که صفت درجه نداره ما از او طلب کردیم. فقل هذا هو الحق، در این شک نیست. اولیاء نه غم است برشان نه خوف. خوف برشان نیست به خاطر که کل اجراءات در سر رسانده. غم درشان نیست چیزی که قابل استفاده و نفع بود و کلش استعمال کرده، هیچ چیز از دست نداده. این گپ حق است، ولکن لا یعبدون، لیکن عبادت اولیاء کرده نمیشه. شما خو ولی را الله جور میکنی، بجای از اینکه شما کرامت ثابت کنی به ولی، در جای کرامت الوهیت ثابت میکنی به الله. خیلی خوب، یک ولی آلی خیلی زیاد آوازه است، مردم همی زمزمه را میکنه که اعلا در قلای مراد بی که قبر که میبینی که سرک کج شده، این بیل بلدوزر مانده شده، اگر چی مرا بلدوزر بدم یالی خاکشم میوردارم، این چیزا باقی نیست، کلش دروغ است و آیات است. خب بالکل این بیل بلدوزر میده شد. این بیل بلدوزر کی میده کرده؟ اول تو کرامت بشناس، کرامت کاری کی است؟ کرامت کار خلاف عادت است که از دست یک متبع سنت رسول الله صادر میشه. اول ثابت کو که آدم تابعدار مکمل سنت پیغمبر علیه السلام است، بعد ادعای ازیره بکنه که من امتی پیغمبر هم هستم. اگر این ادعا را نکنه بازی کرامت گفته نمیشه. اگر امر خارق العاده از یک آدم فاسق فاجر بدکار صادر شوه، این کرامت نیست، این دجل است. دجل این شعوذت است، مثل که ساحره و مداریا میکنه، این باز کرامت نیست. کسی که مکمل تابعدار سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و از دست از او امر خلاف عادت صادر شوه، خود متبع شریعت بدانه، اینمی وقتی کرامت است و این در حقیقت معجزه پیغمبر می باشه. از امو خاطر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین انبیاء علیهم السلام صاحب معجزات بزرگ بوده، در امتش هم کرامت های خیلی زیاد آمده. در ابوبکر رضی الله عنه کرامت ثابت شده، در عمر رضی الله عنه ثابت شده، در عثمان رضی الله عنه ثابت شده، در علی رضی الله عنه ثابت شده، بعد از او در بسیار صحابه کرام این کرامت ها ثابت شده. خویا متبع سنت پیغمبر علیه السلام بودن. صادر کننده کرامت خود شخص نیست. از ابو خاطر کسی که ادعا بکنه که من کرامت دارم، اون کرامت نیست، او شیطان است. ولی گاهی ادعا نمیکنه که من کرامت دارم، حتی نمیدانه که از من کرامت صادر شده. زمانی که عمر رضی الله عنه صدا کرد نمیفهمید که من کجا صدا کردم و چه قسم صدایم در کجا رسید. بلکه اولیاء ولی حقیقی میخواه که از دست ازی کرامت ظاهرش ظاهر نشود، هیچ کس خبر نشود، نفهمه. کسی که ادعا میکنه که این تو کار میکنم، این ولی نیست، او شیطان است. این که تو را میگه که گپ نزن که میسوزی، میسوزنم تره، این گپا کلش غلط است، از شیطان است، از ولی نیست. معجزه و کرامت اردویش کارهای خلاف عادت است. فرق در بینشان چی است؟ اردویش الله صادر میکنه، به ادعا نمیشه که ادعا بکنه که اینی کار میکنه. لیکن یکیش مدعی نبوت است، یکیش مدعی تابعداری سنت پیغمبر خدا است. این کرامت